به نام خدا، درود به همگی، خوش اومدید به چنل خودتون، یعنی چنل گیمینگ ارن. ما اینجا اومدیم با بازی استرانگهولد 2 در بخش کمپین مرحله 3. مرحله 1 و 2 رو نمیرم چون چیز خاصی نیستن. بریم که ببینیم. خب بریم بازی. میدونستی که من به نیروهای بیشتری نیاز دارم، اما اونها رو برام نفرستادی. چرا؟ کم بودن نفرات باعث شکست تو نشد دوست من. تو به روحیه و قوت قلب احتیاج داشتی تا برنده جنگ باشی. امیدوارم که این نکته رو هرگز فراموش نکنی. ما چرا اینجا اومدیم سرورم؟ اینجا قلعه بانو سرن نیست؟ خیلی باهوشی متیو. اون در حال حاضر سر ادوین بلکفرای رو اونجا زندانی کرده. من یه نامه از طرف سر ادوین دریافت کردم. اون برای آزادیش زمینهاش، عنوانش و نیروهاش رو پیشنهاد کرده. سر ویلیام، تا جایی که من میدونم شما و بانو سرن قرار ازدواج کنید. این موضوع مربوط به مدت‌ها قبل متیو. حالا همه چی تغییر کرده. اون تصمیم گرفته با خائنینی که دشمن ما به حساب میان همکاری کنه. قلعه رو محاصره کنیم. در اولین فرصت ممکن نردبون‌ها رو برداریم و با علامت من از دیوار قسمت عقبی قلعه بالا بریم. خب ما اینجا ادوین رو داریم که با بانو سرن همکاری کرده و ویلیام شکسته عشقی رو داریم اینجا. خب ویلیام اتک رو میزنه، ما سربازامون رو یه جمع جوری کنیم. شروع میکنیم. نردبوندارا رو میفرستیم بالا، 5 تاشون رو میفرستیم بالا. 1 2 3 4 5. حالا 3 تاشون مهم نیست، میفرستیم بالا. بخشید سرباز کماندارا رو هم میبریم. روی این سرعت بذاریم بیشتر حرکت میکنه. خب میریم برای فتح قلعه ادوین. نفهمیدم چی شد اصلا، چی گفت. فرستیم بالا. اشهدشو بخون، اشهدشو میخون. سرباز کماندار. از روی دیوار نزدیک پرچماشون بشین. اگه پرچم اونا سقوط کنه همه شهامتشون رو از دست میدن. چی اینجا داریم؟ خب وارد میشن از اینجا. بیاین پایین.
بریم پایین. اوضاع خیته. ادوین دهنتو ببینم. ببینیم میرسیم آیا. برسیم بالا کار جمع. قلعه از آن ماست. ادوین باخت. سر ادوین. شما جون منو نجات دادین. فکر میکردم تا ابد اسیر اون جادوگر هستم. جادوگر؟ بله، من با چشای خودم دیدم که جادوگری میکرد. ما باید جادوهای اون از بین ببریم. خیلی خوب، دیگه کافیه. باید قبل از اینکه برگرده این جای لعنتی رو ترک کنم. تو چیزی رو فراموش نکردی؟ بله متیو، زانو بزن. راستی بخشید، اصلا بازی رو حواسم نبود. ادوین با ما دوست میشه و ادوین در کاخ ملکه زندانی بوده و حالا ما آزادش کردیم. بانوسرن، در کاخ بانوسرن. آزاد کردن اون خائن بدترین کاری بود که میتونستی انجام بدی. خب ما بردیم. خب دوستان، اینم پایان این بخش. خوشحالم که با شما همراه بودم. امیدوارم از چنل من حمایت کنیم، ساب کنید، لایک رو بزنید و زنگوله سابسکرایب من بزنید. خب دیگه حرفی نمیمونه. خدا نگهدار.